نکته خیلی مهمه دیگه اینه که برای پیروزی هر قیام و انقلابی وجود 4 شرط لازمه. اگر قرار یه انقلابی اتفاق میفته حتما باید 4 تا شرط قبلش ایجاد بشن. چه انقلاب مادی باشه، چه الهی باشه، چه مثلا انقلاب اسلامی ایران باشه، چه انقلاب فرانسه باشه، فرق نمیکنه، چه انقلاب مارکسیسم روسیه باشه، انقلاب اکتبر 1917 باشه، فرق نمیکنه، چه انقلاب نوزمان باشه. تو همه انقلاب‌ها این 4 تا شرط واجبه. به سنت الهی اگر این 4 تا شرط ایجاد شدن اتفاق میفته اون انقلاب محقق میشه. اولین شرط وجود رهبره، دومین شرط برنامه است. وجود رهبر و برنامه در انقلاب حضرت مهدی که رهبر خود ایشونن و برنامه که این جمهوری اسلامی و قانون کردن اینا الان وجود دارن. درسته؟ از اشکال اگر ظهور اتفاق نیفتاده و انقلاب حضرت اتفاق نیفتاده مشکل در 2 شرط اول نیست، بلکه در 2 شرط بعدیه. 2 شرط بعدی چی هست؟ 2 شرط بعدی وجود یاران مخلص اون اصحاب خاص حضرت که 313 تا شخص برگزیده و توانمندن کارهای حضرت رو انجام میدن و حتما هم نیاز نیست نظامی باشن، همون که یکیشون خانم هستن. از اینا فرمانداران و وزرای حضرتن. و شرط 4 هم شرط پذیرش مردمی، یعنی چی؟ این مردم دنیا باید حکومت حضرت مهدی رو بخوان. من امروز رو کار کنم و جلسه خدمت اصلا بودیم این میکنم یک در جلسات این رو عرض کردیم که مردم وقت حکومت الهی و عادلانه جهانی رو به وسیله نماینده خدا قرار ایجاد بشه و نخوان ظهور محقق نمیشه. اگر قرار بود محقق بشه بدون خواست قلبی مردم اصلا نیاز به غیبت نبود. همون ابتدایی که حضرت امامت میرسیدن میتونستن حکومت رو به صورت معجزه‌آسا کار کنن، ایجاد کنن دیگه. درسته؟ اصلا چه نیازی به حضرت مهدی بود؟ خود حضرت علی بود پیامبر اصلا به صورت معجزه‌آسا برخلاف میل مردم میومد حکومت جهانیش رو درست میکرد، همه هم به زور مسلمان بود، با معجزه مسلمانش میکرد. دشمنان بوده همه رو با معجزه از بین میبرد. اما سنت الهی نیست. سنت الهی اینه که ان الله لا یغیر یک بقیش بگید آمون حتی یغیروا ما انفسهم. این یکی از سنت‌های الهی آیه قرآن. خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. یعنی چی؟ یعنی اگر مردم خوبی رو خواستن خدا امام رو براشون میفرسته، اگر حکومت خدا رو خواستن نماینده خودش رو براشون میفرسته. پس این زمان ظهور این شرط 4 اینقدر زمان ظهور به تأخیر میفته تا مردم به بلوغ فکری برسن بفهمند با وجود امام و حکومت امامی که خوشبخت میشن دنیا سعادتمند میشن در آخرت. هر وقت مردم دنیا اکثریتشون این مفهومیت درشون ایجاد شد که حکومت خدا رو بخوان، خدا سریعا چیکار کنه؟ منجیش رو میفرسته. یه مثال ساده بزنم، اینو بعضی جا هم گفتم، شاید برای شما هم جالب باشه. حالا بیشتر برای آقایون کار کنه مثال، حالا هر دو ببینید مشخص میشه. مثلا شما در نظر بگیرید خیابان مثلا جلوی دولت یا جلوی خوابگاهتون رو اداره وقت میاد همش رو لامپ خیلی بزرگی کم مصرف نور بزنه از اول تا آخرش. آقایون خوابگاه خسته بشن از تو خوابگاه یا عصبانی باشن یا میخوان فوتبال بازی کنن، بیان در نگاه کنن که به چراغای بزرگی جون دیده برای چی؟ نشونگیری. حالا دیگه جایی میتونن در مورد ماشینگیری کنیم به سمت لامپ‌ها جایزه هم داره. بزنن یکی توی 8 متر 200 تا لامپ رو بتره کنن. و فردا اداره برق میفرمه مثلا میاد از اول کوچه تا آخر کوچه رو دوباره همش رو لامپاش رو به همون صورت اول نصب. دوباره شب دفعه خانم این کم نیارن میاد دفعه با چی؟ خانم دست تو بهشون خوبه؟ به سنگ میدونه با چی بود بزنه خانم میگیرن
چراغا رو مثلا میشونن. بازم اداره برق، حالا این خیالی هم اداره برق کارا نمیکنه. اداره برق مثلا میاد فرداش دوره همه لامپا رو عوض میکنه. به نظر شما چند بار احتمال وجود داره که لامپا همش شکسته بشه و اداره برق دوره بیاد برای حال مردم اون لامپا رو دوره نو کنه؟ چند بار احتمال داره؟ خب مثلا احتمال نشه. خب مثلا یه بار تو واسه حالا مثال رو بیاریم، مثال که زدم دقت کنید عزیزان. خداوند برای سعادت بشر و ایجاد حکومت عادلانه الهی جهانی 124,000 تا پیامبر فرستاد. زدن شکوندن، یکی همه رو زدن شکوندن مردم. یا کل مردم دست به دست هم دادن تا پیامبر رو از بین ببرن، یا یه عده ظالم از بین بردن و مردم هیچ کاری نمی‌کردن در دفاع از اون پیامبر. درسته؟ پیامبر خاتم هم همینجور از بین رفت و مردم کمک نکردن تا حکومت جهانی رو ایجاد کنه. اوصیای پیامبر یکی اومدن. 11 تا امام اومدن که اینا هر کدومشون توانایی اداره جامعه جهانی رو داشتن و به سعادت رسوندن بشریت رو داشتن. یا مردم خودشون زدن کشتن، مثل جریان حسین وایسادن خودشون کشتن. یا اینکه اگر حکومتی کشت اینا هیچ کاری نمی‌کردن. حالا فوقش یه گریه‌ای بکنن و یه اشک بریزن، اما هیچ کاری برای کمک به امام انجام نمی‌دادن. عنوان 12 رسید. خدا گفته من برای سعادت بشر برای پیامبر اسلام 12 تا وصیت قرار دادم. اگر خدا 20 تا وصیت قرار میداد تا 19 همجوری اومد جلو، یادتون راحت باشه. به 20می که میرسید اون 20می رو دیگه چیکار می‌کرد؟ اون عدد آخری هم اون بقیت الله رو، یعنی اون ذکر الهی رو از بین مردم برداشت. و حالا که گفت 12 تا اون 12 نفر میشن برای آخر، درسته؟ اون از بین مردم برمی‌داره میگه من این امام رو به شما نمیدم. چرا؟ چون شما اینقدر نمی‌فهمید، اینقدر بلوغ عقلی نرسیدید که باید امامتون رو حفظ کنید، باید کمکش کنید، باید دستوراتش رو انجام بدید که خوشبخت بشید. این رو برمی‌دارم تا شما به درجه از فهم و شعور برسیدید بفهمید با امامی که فقط خوشبخت بشید، بدون امام همتون عقلتون رو هم دیگه بذارید، تمام سیستم‌های حکومتی که دلتون میخواد رو بخواید پیاده کنید باز هم به خوشبختی دنیاتون نمیرسید، آخرت که جای خود داره. از اینجاست که ما متوجه میشیم امام زمان ظهور نمی‌کنه تا اون شرط چهارمی هم محقق بشه، مردم که مقبولیت براش ایجاد بشه. آیا الان اون زمان رسیده؟ نشانه‌هاش که خیلی‌هاشون محقق شده. همین بیداری اسلامی که در جامعه اسلام اتفاق افتاده نشوننده خواست عمومی مردم و مسلمان‌ها برای چیه؟ برای اسلامی شدن حکومت‌هاشون دیگه، برای نزدیک شدن حکومت عدالت جهانی. همین خواستی که در بین غربی‌ها وجود داره برای اومدن عیسی نشوننده اینه که از حکومت‌های خودشون خسته شدن، حالا یه حکومت خدایی میخوان، منجی خدا میخوان. اما این نسبیه که ما نمیدونیم، خدا میدونه، فقط ما نمیدونیم که این مقبولیت واقعا ایجاد میشه، که این 313 نفر یا تکمیل میشن، یه عده‌شون که از گذشتگان که رجوع. پس این موضوع نسبیه و ما میتونیم تلاش کنیم در این جهت، یعنی خودمون سعی کنیم جزو یاران باشیم، تحصیل نفس کنیم، توانمند باشیم، علممون رو ببریم بالا، خودمون سعی کنیم آماده کنیم برای این یاری و در مرحله بعد بتونیم جامعه‌مون رو آماده کنیم برای اون پذیرش. حالا هر وقت این زمانش رسید حتما ظهور محقق میشه و حتی یک لحظه هم به تأخیر نمیفته.